به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز پایگاه اطلاع رسانی میارجل. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست و ایام به کامتون باشه. خوشحالم که با یک گزارش دیگه در خدمت شما خوبان هستم. در این گزارش بنا داریم با یک هنرمند محبوب و دوست داشتنی گپ و گفت و صمیمانه داشته باشیم. با ما در این گزارش همراه باشید. همینطور که میبینید امروز ما مهمان یک هنرمند محبوب، یک چهره دوست داشتنی، یک هنرمند خوب هستیم که میخوایم باهاشون یک گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. در ابتدا از ایشون میخوایم که خودشون رو برای ما معرفی کنن. بنالای پاک نامم، معصومه میرکازئی هستم، متولد ایران شهر، با افتخار میگم از بچه پهره زمین هستم. کارشناس ادبیات فارسی خوندم و هول و هوش 11 ساله که فعالیت هنری انجام میدم. از کارهایی که تا به حال انجام دادم، البته بیشتر همغام خودم، علاقه خودم برای رشته تئاتر بوده. کارهایی که بازی کردم، نمایشایی که میشه نام گرفت، زحم و کپون بوده، میارجلی بوده، شبانه، پیشی سستکدم که کارگردانیشو داشتم و یک کار مشترک کارگردانی با بچه های آهنگ بلوچ به اسم شیرکو مدک. یعنی بیشتر حول محور کارهای من بومی بوده. بعد 2 مستندم کار کردم، مستند کوتاه گواتی که الان در دست تدوینه و مستند کسمت که در مورد دختران بلوچ صحبت میکنه. بسیار عالی. خانم میرکازئی، بگید که از چه زمانی پی به استعدادتون بردید و فهمیدید که در زمین بازیگری میتونید پیشرفت کنید و استعداد تواناییشو دارید؟ واقعیتش این حسو من از بچگی با خودم داشتم. یعنی همیشه توی رویاهای خودم وقتی که با آبجین بازی میکردم این خودم به عنوان یه بازیگر میدیدم، یعنی یه شخصیتی که یا دارم خوانندگی میکنم، والا دارم روی صحنه رفتم و دارم مجریگری میکنم، یا دارم یه کاری انجام میدم که من یه قدم از بقیه مردم بالاترم و بقیه دارن از پایین منو نگاه میکنن. یعنی همیشه شیفته این اتفاق بودم که همیشه در صدر نگاه ها باشم. این علاقه از بچگی با من بوده و احساس میکنم همون ذهنیت‌های کودکانه‌ای که تو بچگی خودم تو ذهنم میپروروندم باعث شد که الان به این رشته بیام. خدا رو شکر میکنم که توی استان خودم، با زبون خودم، با اون سنت‌هایی که باش بزرگ شدم، ریشه من توی این سنت‌ها رو شکل گرفته، به اونا پرداختم. یعنی شهرت رو دوست داشتین و میخواستین معروف باشین و مردم با انگشت شما رو نشون بدن؟ خانم جلالی‌زئی، میدونی مسئله مهم اینه که یک حسی در بعضی از آدم ها وجود داره، میگم همیشه باید کار اول رو من انجام بدم. یعنی فکر میکردم اگه که بخوام کاری انجام بدم پس بهتره به عنوان بازیگری که تا حالا هیچ کس به عنوان یه دختر بلوچ بازی نکرده اولین بازیگر باشم. و الان که خدا رو شکر دارم میبینم همه دخترها تمایل پیدا کردن. مثلا ما برای یک مجموعه تلویزیونی خواستیم تست بگیریم، برای سری اولش هیچ کس تمایل نبود. اگه تمایل نشون میداد خانواده ها اجبار میدن که اصلا همچین اتفاقی نیفته. همیشه یک مسئله صد راه این جریان بوده. اما الان بعد از گذشت این رویه‌ای که سریال شنبل و شاهی پخش شد و یک کار دیگه از خانواده آقای رگی پخش شد، میبینیم تمایل ها چندین برابر شد. الان نزدیک 70% دوستانی که دوست دارن توی این رشته باشن تمایلشون چند برابر شده و میتونن اون حق‌خواهی خودش رو نسبت به جامعه، نسبت به اینکه خانواده اگه نظر دیگه ای دارن بخوام پاش وایسن و اونو عملی کنن اتفاق افتاده. و الان احساس کنم من تاثیر خودم رو گذاشتم و الان نیاز عزیزان دیگه، دختران دیگه پای کار بیان و این اتفاق میفته. مهمترین چالشی که من توی این مسیر عرصه هنر بخاطر که بقیه بخوام ببینن باهاش مواجه شدم، صحبت‌های اطرافیانی بود که روی خانواده تاثیر میذاشت. یعنی من هر چقدر سعی می‌کردم خانواده رو مجاب به این مسئله بکنم، با یک حرف دیگران تمام صحبت‌های من قشنگ پنبه میشد. یعنی همه اون زحمتایی که برای خانواده میکشیدم با یک صحبتی که اطرافیان می اومدن، به خصوص این مسئله که دختر بلوچ، خانواده فلانی، این چه کاری است، هیچ کس این کارو انجام نداده، همین 3 کلمه باعث میشد که خانواده هم نسبت به این مسئله ریاکشن بد نشون بدن. اگه بخوام یه خاطره تعریف کنم، خانم جلالی‌زئی، یادم من یه شهر دیگه رفته بودم تو شهرهای استان خودمون. یعنی موقعی که چند تا آقا بودن متوجه این جریان شده، حتی تهدید به مسئله‌ای کردن که رود اسید می‌زنیم. دقیقاً توی خیابون این اتفاق برای من افتاد که دقیقاً وقتی خونه رفتم دقیقاً احساس می‌کردم اون آقایون هنوز دارن دنبالمون میان. از اینجور مسائل خیلی زیاد بوده. ولی خب
به قول یکی از عزیزان ما برگشت گفت ما پیش قراول این اتفاق هستیم، ما قربانی این مسئله هستیم، باید این مسیر طی بشه، این اتفاقات بیفته تا راه هموار بشه. وقتی یه راه خاکیه، هموار نیست، سنگلاخ داره، باید این مسیر اینقدر بره برگرده، این رفت و آمده بشه تا اون مسیر صاف بشه برای عزیزان بعدی. خب عزیزم، در مورد سریال شنبه شاهی برای ما بگو، در مورد نقش نورس و دیده شدن این نقش. نقش نورس از جامعه‌ای داره صحبت میکنه که یه مادر نمونه و یه مادر حساسه که میخواد بچه‌های خودش توی این جامعه به بهترین شکل پرورش بده و اصلا نذاره بچه‌هاش با ادبیات کوچه و بازاری آشنا بشن یا تربیت نااصلحی داشته باشن. نورس دقیقاً نماینده مادرایی هستش که به آینده بچه‌هاشون خیلی فکر میکنن و با توجه به اینکه مثلا این حس رو تجربه نکرده بودم، احساس میکنم 50-50 50-50 از نقش تونسته بودم بر بیام، تونسته بودم اون نقش رو یه جوری خوب اجرا کنم. خانم هایی که توی این مسئله هستن انگشت شمارن. شما به عنوان یه خانم دوست دارین اینقدر دور و بر خودتون خانم های هم زبان، هم هدف، هم مسیر داشته باشین که اون مسیر خیلی راحت تر طی بشه. اما من وقتی که وارد این کار شدم، چهار طرف خودم رو نگاه می‌کردم، بیشتر آقا می‌دیدم، یا اگر خانم بود خانم غیر بومی بود. یعنی ما مجبور بودم بچه‌هایی که توی کار بومی هستن باید از خانم‌های غیر از استان انتخاب می‌کردن که اونا رو به عنوان بانوی بلوچ معرفی کنن، به خاطر محدودیت‌ها و نگاه سنتی که نسبت به حضور زن جلوی دوربین داشتن. این منو خیلی اذیت میکرد، آزار میداد و بعضی جا واقعا فکر میکردم که هنوز برای ما زوده. پدرم یه گفته خیلی قشنگ داره، میگه که بعضی از آدما هستن توی اون جامعه که دارن زندگی میکنن مخصوص اون جامعه ساخته نشن، یا باید خیلی بعدها به دنیا بیان یا خیلی قبلتر، یعنی یا توی گذشته توی آینده باید باشن. یعنی این مسئله بود. گفتم زمان حال شاید زمان حال من نیست و توی این مسیر سختی‌های زیادی کشیدم، قضاوت شدم. در آخر به ما بگین که برای بانوانی که علاقه دارن به بازیگری یا هر رشته دیگه‌ای چه توصیه‌ای دارید؟ مهمترین مسئله اینه خانم های زیاد تمایل به این جریان دارن. من الان بنا به صحبت شما فقط یه خواهشی از مسئولین دارن، فقط این بستر فرهنگ سازی که خانم ها بخوان کار انجام بدن باید فراهم بشه. الان مثلا ما توی ایران شهر زندگی میکنیم، یک کلاس آموزشی برای این بحث وجود نداره. یعنی من اینقدر دایرکت بهم داده میشه که با عنوان از دوستان تئاتر کار کنم، اما متاسفانه جایگاهی نیست، متنی نیست، فردی نیست که بخواد این همه استعداد، این همه نبوغ رو بخواد مسیر بده. من خواهش میکنم عزیزان دل سرد نشن. اگر امروز روز ما نیست، فردا مطمئنا خورشید دوباره در میاد و اون روز میتونه روز ما باشه. من خواهش میکنم این دل سردی که الان دست و پاگیر همه ما شده، این باعث نشه که مسیر دوستان فراموش بشه. دیدیم و شنیدیم صحبت‌های معصومه میرکاظمی، این بازیگر محبوب و دوست داشتنی رو. امیدوارم از شنیدن صحبت‌های ما نهایت استفاده رو برده باشید. روزگار بر شما خوش. خدا یار و نگهدار شما.